سلام علیکم. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 95 مهندسی جهل رو آغاز می‌کنم. همانند 94 برنامه یک کتابی رو که تاریخی خطی در استنشان جنگ جهانی اول متولد شد و برای ما رهبرانی تراشیدند که بر ضد ترک‌ها و عوامل دشمنان بودند در همه جا چه در اشغال روسیه باشد بوده باشید، چه در اشغال چین، چه در اشغال ایران، چه در اشغال غرب و چه کشورهای که در اشغال هستند. ترک‌ها متأسفانه از جنگ از روی 250 به تدریج از هندوستان شروع میشه و تحت اشغال جغرافیایی و سپس اشغال عقلی مغزی قرار و به تدریج از تاریخ خود، زبان خود، فرهنگ خود، تمدن خود، تمدن مادی و تمدن مکتوب و فکری خودشون گسسته میشن بدون ریشه. تبدیل میشیم به موجوداتی تبدیل میشیم ما ترک‌ها تبدیل میشیم به موجوداتی بدون ریشه در تاریخ و چون بی ریشه میشیم ما مثل نمیدونم چی بگم باد ما رو هر جور خواسته غربی‌ها مسیحی‌ها تونستن ما رو بی‌هویت بکنن و از ما موجودات بی‌هویت بی‌ریشه بسازن که به تئوری‌های اونها برقصیم. اصلا به تئوری‌های خودمون، به زبان خودمون، به فرهنگ خودمون، به تاریخ خودمون، تاریخ مادی خودمون، تاریخ فکری معنوی مکتوب خودمون هیچ اهمیتی نداریم و فکر کردیم که ما امپراتوری هایی که داشتیم فقط در سایه شمشیر بوده و فکری و خطی و نوشته‌ای و تحقیقی و هیچ چیزی در این رابطه ها نداشتیم و به تمدن مادی و تمدن مکتوب و فکری بشریت چیزی ارائه نکردیم. این به نظر من بزرگترین دروغ و مهندسی جهلی هستش که ما اکنون با آن روبرو هستیم در این روزها و من تلاش میکنم با مراجعه به کتاب‌های 300 سال، 500 سال، 700 سال، 800 سال و 1000 سال قبل ترکی نشان بدهم که چگونه در 250 سال گذشته و به تدریج از 250 سال پیش تا امروز ما به اشغال ذهنمون و عقلمون و قوه استعداد و عقلمون به اشغال دشمن در آمد و این با تغییر الفبا، با تغییر زبان، با تغییر فکر، با تغییر نوع نگاه ما، با تغییر قبله ما، با تغییر حالا هر چقدر که بتونیم کتاب‌ها رو بخونیم یواش یواش بیشتر در این باره ها توضیح خواهم داد. خب بریم سراغ یک کتاب دیگر تاریخی دست نوشته در زبان ترکی و تلاش بکنیم ببینیم که چه چیزهایی رو میتونیم از اونجا در بیاریم. دیروز دیوان صائب تبریزی رو خوندیم، حالا امروز قهرمان نامه رو بخونیم ببینیم این چی هست. این قهرمان نامه چه چیزی رو به ما میده.
چشم میگذارونیم ببینیم که چه شکلی هستش. ظاهرا در اینجا باز هم احتمالا یک کتاب در آلمان یا فرانسه هستش، کاهرمان نامه. حالا این فرانسه هستش، این کلمه فرانسه شو تونستم بخونم. این ظاهر کتاب رو جلدش رو میبینید دوستان، جلد بسیار زیبا و جذابی داشته. حالا خب سالهای سال طولانی ازش گذشته از عمر این کتاب. در نتیجه این داخل کتاب جلد پشت داخل درون جلد صاحبهی و مالکهی دگنبرای، صاحب این کتاب یه شهر دگنبرای یه چنین چیزی، احتمالاً این انگلیسی هستش یا آلمانی هستش. این حالا من تلاش میکنم این اسمو پیدا بکنم که اسمش چی هست. هازا کتاب قصه قهرمان قاتل، اسم کتاب رو نگاه کنید، قهرمان قاتل. این کتاب، حالا من بعداً میام دوباره این رو بخونیم ببینیم که ظاهرا بر اساس شعرم هستش. همینجوری داریم نگاه میکنیم، فکر جالبی هستش. من در این باره قبلا در دیموستیوی هم که کار میکردم نوشتم. حالا یکی دو صفحه اول، 3-4 صفحه اول شعره و بعد شروع میشه به نثر. احتمالا بازم شعر باشه ولی نه، فکر کنم که این نثر. در اینجا با حاشیه نویسی هایی برای این مواجه هستیم. کتاب به خط زیبایی نوشته شده. درسته که کلمات خیلی به هم نزدیکن، جدا نیستن از هم، ولی خب از نظر فاصله سطرها بهتره. کتاب خوش دیده میشه. 3 قسمت کتاب خالی گذاشته شده برای نوشتن یه چنین چیزهایی که آدم ها وقتی میخونن کتاب رو بنویسن، نقدشون رو بکنن. دوباره با شعر مواجه هستیم. حالا من نخوندم که ببینم اون کتاب قهرمان نامه هست و ببینید در چند صفحه، اینجا صفحه شو نگفته ولی اینجا 534 صفحه رو نشون میده. ما بر از این PDF رو میبینیم که در هر صفحه یک صفحه کتاب رو قرار داره، یعنی خود کتاب 534 صفحه هست. من همینجوری که میبینید دارم این رو ورق میزنم که ببینیم با همون خط، با همون مداد ادامه داره، با همون ابزاری که نوشتن ادامه داره. یه مقدار اینجا تغییر کرد. یه کار زیبایی که این کتاب دارم میبینم، هم متوجه شدم دیگه یواش یواش اینها رو متوجه نمیشم، اینه که کتاب رو استاندارد کرده. دوست داریم کتاب ترکی قدیمی دست نوشته چند صد ساله رو استاندارد کرده. استاندارد به چه مفهومی من اراده میکنم؟ اراده من از مفهوم استاندارد اینه که اومده روی رسم الفبا صداگذاری کرده. در نتیجه ما هر حرفی رو میتونیم بر اساس اراده نویسنده در اون زمان، بر اساس اون مکان، بر اساس اون لهجه، بر اساس اون تاریخ بتونیم این رو بازسازی بکنیم، بخونیم. و این مترادف و مختلف و متفاوت از زبانی که ما امروز داریم صحبت میکنیم. ممکنه لهجه یک منطقه رو نوشته باشه، ممکنه که از نظر یک کتاب علمی باشه، حقوقی باشه، تخصصی باشه یا ادبی باشه. این معلومه که یک کتاب، حالا ببینیم در چه تاریخی نوشته شده، احتمالاً مثل افسانه های ترک ها که معمولا با ساز عاشق ها این رو در مجالس میخوندن، داستان ها و افسانه ها رو بیان میکردن، بخشش شعر و موسیقی، بخشش بدون شعر و یعنی گفتار معمولی و نثر به اصطلاح در مکتوبات نثر بود انجام میدادن. این هم ظاهرا همون شکل رو ادامه داره نوشته، یعنی متن هستش، متن نثر و وسط
یه شعری رو آورده، مثل همون کتاب هایی که نرماله و میشناسیم، مثل مثلا چروغلو، مثل شای اسماعیل، اینها عین همون هستن. حالا من این کتاب چون خیلی طولانیه، یه صفحه 20 هم ببینیم، یه بین 20 تا 30، 120 تا 130 رو هم ببینیم که آیا تفاوتی داره. نه، خیلی خوب با همون چیز نوشته شده. این حال در این حال میبینیم که بعضی جاها اومده و از رنگ قرمز برای پایان صفحه یا پایان مطلب و آغاز مطلب جدید استفاده کرده. در اون زمان چیز بوده. حالا بریم 250 رو ببینیم، صفحه 250 10 صفحه هم از اینجا ببینیم. دوباره همون قلم، دوباره شعر هست اینجا با متن، دوباره رنگ قرمز برای جدا کردن مطلب همینجا هم میبینیم. یه مقدار اینجا به شیرازه کتاب نزدیکتر میشه، ولی خب جا برای 3 طرف کتاب برای نوشتن نقد و اینجور چیزا آماده هستش. بریم صفحه 450 ببینیم که 450 چی داره. این کتاب هنوز همون خط هست با همون سبک استاندارد و صداگذاری شده بر روی رسم حروف. بریم و صفحه 534 یعنی آخر کتاب رو ببینید. این هم آخر کتاب از زاویه بالا عکس گرفته و این دوباره از زاویه دیگر از کتاب و این دوباره و این شماره کتاب هستش در اون کتابخونه و این پشت جلده، یعنی روی جلد و پشت جلد تقریبا شبیه هم هستن و این هم هستن. اینجا هم یه چند صفحه رو دوباره میبینیم که سفید هستش. برمیگردیم و این آخر کتاب رو که اینجا تمت هذه النسخة الشریف به اون الملک اللطیف من ید الضعیف النحیف المحتاج الى رحمت الله تعالی علی ابن عبدالله وقت الصحیح یوم اندکوز فی محرم الحرام دکوزیوس 58. نگاه کنید این در حدود دکوزیوس 958 42 سال از اونجا، 446 سال از اینجا، 500 سال پیش این کتاب نوشته شده. غفر الله لوالدیه و لجمیع المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات منهم و الاموال برحمتک یا ارحم الراحمین. خب یک آشنا شدیم با نویسنده کتاب الان. اسمش هست علی فرزند عبدالله وقت از ضحی. کتاب رو هم در 19 محرم الحرام 958 نوشته. خب پس یعنی تمام کرده، در این تاریخ کتاب رو تمام کرده. ممکنه سالها قبل از اون شروع کرده باشه به نوشتن. حالا دوباره برمیگردیم سر کتاب و ببینیم چی میگه. اینجا من به نظرم این مالکی گمبرای، حالا این میبینیم که ببینیم این در انگلیسی که بتونیم پیدا بکنیم کسی که این کتاب رو خریده و صاحب این کتاب هست اسمش گمبرای یا گمبره احتمالا باشه. هازا کتاب قصه قهرمان قاتل. ببینید دوستان، من اینجا یک حرف که قبلا چند بار هم در پیناس تیوی گفتم و بارها هم بهش اشاره کردم، یه مقدار شروع کنم. از انسان‌هایی که حقوق بشرچی هستند، آزادی خواهند، لیبرالند، دموکراتیکند، از اینها لیدر نمیشه. اینها لیدرهای دوران
نمیتونن یک ملت رو از اشغال نجات بدن، ببرن به سمت آزادی و استقلال. نمیتونن، چون اینها براشون اینکه جان انسان بسیار مهمه، بسیار مهمتر از حقوق، بسیار مهمه. اینها نمیدونن که حقوق رو انسانهای پیروز می‌نویسن، ملت‌های پیروز، نه ملت‌ها، حتی رهبران ملت‌های پیروز می‌نویسن برای کنترل ملت‌های شکست خورده. حقوق برای ضعفا نوشته میشه، برای اغنیا نیست، برای پولداران و نظامیان و رهبران سیاسی نیست. حقوق برای کنترل ضعفا، طبقات پایین دست نوشته میشه و برای اونها اجرا میشه. حقوق بشر برای فریب طبقات پایین، برای فریب انسان‌های کم درآمد، برای فریب جوامع عقب مانده و شکست خورده هست. دموکراسی همینطور برای فریب ملت‌های تحت اشغال و تحت استعمار هستش. با این مفاهیم بسیار مهم انسانی، کسایی که این لیبرالیسم و اینها، هیچ کدوم اینها نمیتونه یک ملت رو نجات بدن. اینها برای اینه که شما به سیستم وضع موجود و اشغالی تن بدید. همه اینها دروغه برای زمانی که شما، آره دروغ نیست، دروغ برای ملت‌های تحت اشغال هست. تا زمانی که شما از اشغال آزاد نشدید، مغزتون و سرزمینتون از اشغال آزاد نشده، اعتقاد داشتن به دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و نمیدونم اینجور لیبرالیسم و فلان و بهمان، اینها همش دروغه و زندگی در وهمه. وقتی شما در اشغال هستید، ذهنتون در اشغال هست، سرزمینتون در اشغال هست، منابع مادی معنویتون، زبانتون، تاریختون، تمدن معنویتون، تمدن مادیتون، تمدن فکریتون در اشغال هست، شما نمیتونید از دموکراسی حرف بزنید، شما نمیتونید از آزادی حرف بزنید، شما نمیتونید از حقوق بشر حرف بزنید، شما نمیتونید از لیبرالیسم حرف بزنید، شما نمیتونید از برابری انسان‌ها حرف بزنید. شما زمانی میتونید اینها رو به عنوان افکار انسانی داشته باشید که از اشغال فکری و سرزمینی آزاد بشید، بدونید خودتون جامعه خودتون رو اداره کنید و استیبل باشید، استقرار داشته باشید، قدرت داشته باشید، بتونید از خودتون در مقابل رقبای قوی، دشمنان قوی مسلح دفاع بکنید. مازامی که نتونید قدرت شما، قدرت نظامی، اقتصادی، ثروت، فکر، تمدن فکری، تمدن مادی شما نتونه دشمنان خارجی قدرتمندان رو از شما دور بکنه که به شما تهاجم نکنن، شما نمیتونید از دموکراسی حرف بزنید، از آزادی حرف بزنید، از حقوق بشر حرف بزنید، از قانون حرف بزنید. لذا اون انسان‌هایی که به این چنین چیزهایی اعتقاد دارن، اینها نمیتونن رهبران دوران رهایی و آزادی از اشغال ذهنی و اشغال سرزمینی باشن. اونها رهبران خوبی هستن برای دوران ثبات، یعنی اولین مملکت شما، خاک شما از اشغال باید آزاد بشه، بعد اونها بتونن در این دوری که استیبل شده، قدرت دفاعی و تهاجمی شما به قدری بالا هستش که رقبای شما و دشمنان بالقوه شما نمیتونن به شما تهاجم بکنن. در اینجاست که اون رهبران میتونن جامعه رو پیش ببرن. ولی تا اون لحظه قهرمانان ملی انسان‌هایی هستن که حقوق بشر یه محدوده داره براشون، آزادی یه محدوده داره، محدوده محدود منظورم. آزادی در حدی که من بتونم این جامعه رو به استقلال برسونم.
قدرتش رو بهش برگردونم، از نظر مادی، اقتصادی، سلاح، نظامی، فکری، زایش تمدنی، زایش فکری مادی، تولید علم، تولید ثروت، بتونه به یه استیبل برسه. تا این مرحله دوستان باید قدرت کنترل شده باشه. همه این چیزا، حقوق بشر، آزادی، دموکراسی، لیبرالیسم، اینها، همه اینها باید کنترل شده باشه. و این رهبران کسانی میتونن در این دوره استقلال خواهی رهبر بشن که از کشتن و کشته شدن دفاع بکنن. اگر یه رهبری بترسه که یکی رو بکشه، نمیتونه استقلال پیدا بکنه، نمیتونه یک ملت رو از استقلال، از اشغال به آزادی، به استقلال برسونه. رهبران و قهرمانان تاریخی و امروز انسان ها کسانی هستند که در کشتن دشمنان هیچ تردیدی نمی کنند و رهبران اصلی پیشمرگانی هستند که برای کشتن دشمنان آماده کشته شدن هم هستند. شما در تاریخ مثلا همین اخیر رو ببین، همین اخیر کانفلیکت بین این درگیری های بین ایران، اسرائیل، آمریکا رو ببینید. ترامپ هیچ تردیدی در کشتن نداشت، همونطور که ایران هیچ تردیدی در کشتن نداشت، همونطور که اسرائیل تردیدی در کشتن نداشت. در اینجا همه این رهبران قاتل هستند. فرقی نمیتونه نتانیاهو باشه، خامنه‌ای باشه یا ترامپ باشه، همه اینها قاتل هستند. برای کشتن انسان‌ها تصمیم میگیرن، چون با کشتن بیشتره که شما میتونید حکم خودتون رو بر اون کسی که کشتید، بر اون جامعه‌ای که ازش کشتید اعمال بکنید و اونها شما رو بپذیرن، رسمیت بشناسن و تسلیم بشن. بنابراین ترامپ داره میگه ایران بدون مذاکره باید تسلیم بشه. حالا این رو گفتم به خاطر اینکه بگم آقا قهرمانان در تاریخ، تمامی قهرمانان بدون استثناء قاتلان حرفه‌ای بسیار خونخواری هستند. ولی اگر اونها نبودن این ملت ها آزادیشون رو نداشتن، هنوز تحت اشغال بودن. از جنگ جهانی اول تا الان یا حتی از جنگ جهانی دوم تا الان بیش از 150 مملکت مستقل شدن و هیچ کدوم نمیخوان دوباره برگرده به وضعیت قبلی. چرا؟ برای اینکه یه عده انسان‌هایی که کشتن و کشته شدن رو نمیترسیدن ازش و این رو منفی نمیدونستن بلکه مثبت میدونستن، در راه استقلال اومدن جلو و این کار انجام دادن و این ملت رو به استقلال رسوندن. و حالا این ملت این چیزی که این حقوقی که الان داره رو نمیخواد بده، برگرده به حقوق قبلی، نداشته های قبلی. در جامعه، در ایران امروزی، ایران جعلی امروزی هم که 10 ملت و 11 ملت درش زندگی میکنن، این اتفاق خواهد افتاد. رهبرانی میتونن در اینجا این ملل رو به استقلال ببرن که از کشته شدن و از کشتن دشمن نترسن که هیچ، باید افتخار بکنن. ما به چنین رهبرانی نیازیم، انسان هایی که خیلی سانتیمانتالن، خیلی فکرهای زیبایی دارن، حقوق بشر رو، قانون رو، فلسفه رو، اخلاق رو، دین رو، اینها رو دفاع میکنن و از اینها به عنوان ابزار استفاده نمیکنند، نمیتونن یک جامعه رو از اشغال به آزادی و استقلال ببرن. خب بریم کتاب، بقیه کتاب. هازا کتاب و قصه قهرمان قاتل. قول اول ذکر خلاق وجود. خلاق وجود، خلاق خیلی خلق کننده، صیغه مبالغه عربی است. وجود هستی. قول اول ذکر خلاق وجود، پادشاه بی بدل، حی ودود. ذات پاکی خالق جن و اناس، بی نیاز و لایق شکر و سپاس. وصف پاکی شبه
شبهه رویتن بری، شبهه نمیگه، شبهه، وصف پاکی شبهه رویتن بری. بری دو معنی داره، یکی به معنی نزدیک، بری یعنی به طرف من بیا، یکی هم به معنی این که پاک. وصف پاکی شبهه رویتن بری، لطفنه شاهان عالم مشتری. زردن عالم هویدا ایلین، امر کندن امر کندن کون پیدا ایلین. کن و یکون طبق فلسفه‌ای که آیه‌ای که در قرآن هست، الله تعالی وجود داشت و هیچ چیزی وجود نداشت. وقتی اراده کرد چیزهایی رو خلق بکنه، یه چیزی ایجاد، اولین چیزی که ایجاد کرد کلام بود. نگاه کنید، اولین مخلوق الله بر اساس قرآن کلام بود. چی گفت؟ گفت کن، یه دو تا حرف که و نون رو کنار هم گذاشت. Listen to playlists کن based on your mood. و این زردن عالم هویدا ایلین، امر کندن کون پیدا ایلین. وار ادن و یقدن و ملکی میلتی، وار ادن یقدن یختان، وار ادن یقدن و ملکی میلتی. آرده انسانه برن دولتی. آرده در این میان که داشته همه چیز رو خلق کرده، چیکار کرد؟ آرده در اصناعی انسانه برن دولتی، دولت مشروع. بر اساس این دولت، دولت این چیزی که هم هستش انسان کشف میکنه، اما با هدایت و رهبری الله. یعنی غیر مستقیم خداوند انسان رو به غیر مستقیم میبره موندی تا ما باید تو دولت داشته باشیم. اتمیم وجوده موجود رب، اتمیم وجودهی موجود رب. استفاد به همان بلکی سبب، رحمان سبب منفیر زه همان حضرت مصطفی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سبب این خدمت یه تعصب خاصی رو که هر کسی به رهبری خودش داره، مسلمان‌ها به حضرت محمد خلق آخرهای شاه گزین. لن اولا گنجین سر امین. kim ola ihtimalen hastır? Kim ola gentiliğe sır emin şah meşhuri anın aflakıdır. Zil pami gönlü aflakıdır. Oldu anın izzeti gönlüyle var. Ol kişiler kim dedendi çağırıyor. آلنا أصحابنا أمكنين رحمة الله عليهم أجمعين. يوم مشهده olur ölen yabun. Tabi اولاد أصحاب رحیم أصحابی رحیم. اول گوله‌ler عنایت پادشاه مصطفی قومی و وارش اوله راه
varmak پیمودن، رسیدن. یا الهی lütfün ile rahnema kim diyor bize şefaat Mustafa yoksa cümle sudumuz oldu ziyan, yoksa cümle sudumuz menfaatimiz oldu ziyan, kazandığımız tamamımızı heder olan. Vay eğer ermezse lütfünden aman erman resinden doları ermezse lütfünden aman behr lütfün bi nihayettir senin daima işin inayettir senin. Eğer inayet tıpkı felsefe-i İslam, eğer inayet Allah برای یک میلیون ثانیه قطع بشه الله نابود است. الله وجود اللهیت و ماهیت اللهیتش از رفت جوهر و ذاتش از بین میره، چون که الله بودن به معنی این هستش که یه موجودی هستش، هستی هستش که عنایت و فوز و رحمت دائما از اون خبرن میکنه، مثل خورشید که شب و روز نداره و 24 ساعته و تمام که هستش ازش میدونه گرما ساکت میشه که دنیا مثل ماها بتونه زنده باشه. الله همچین موجودی هست، او موجودی که دستن جانسن Get a credit card annual fee waiver and earn Scene Plus points faster with the Scotiabank Ultimate Package and bank more entertainment. Learn more at scotiabank.com/banking packages. Conditions apply. Scotiabank. You're richer than you think. Walmart is helping you spend more time lakeside at the cottage this summer. Get $10 off your first 4 online pickup or delivery orders. That's $40 in savings. Just use promo code SUMMER40. در میان هر موسیقی میره به آگهی. زیربه sözün اصل şoğ olur ezel, اهل şoğ'a ölmez آخر bedel. Söz demekten şimdi budur murad. تا که ölmez قهرماندن قصه یاد. حالا ölmez قهرماندن قصه یاد. Öldürür sahibi granun evveli. Öldürür sahip granun evveli. Her gelenler dediler ane beli.
هر kesi اومد بهش گفت آنه بلی. Ademi aslında öldür iptida. Ademi aslında öldür iptida. Kim cihangirlen agah verdi Xuda. Ana verdi Xuda. Kim cihangirlik ana verdi Xuda. Bagiler anun yolun gözlediler. Kahramanun çığıran ازلدیلر. ازلمق نگاه کردن، پی گرفتن، تعقیب کردن. جغر دوستان، جغر فکر بکنید اینجوری براتون بگم، کوهی هست که حیوانات وحشی یا حیوانات اهلی مثل بز و گوسفند و گاو و اینها از یه جایی تونستن برن و در اثر رفت آمد اینها یه جای پایی باز شده اونجا که خیلی هم عریض نیست، اندازه یک پا هستش، یک پای آدم به اندازه عرض پای یک آدم هست یا یک حیوان هستش. به این میگن جغر. راهیه که خیلی سخته و در اثر مراودت چیز ساخته شده. میسازن، خیلی سخت ساختن این راه، ولی خب میسازن این رو با تهلکه ها، با خسارت های بسیاری ممکنه بسازن. حالا میگه باقیler انسان های دیگر آنون یولون gözlediler، اون راه اون رو دارن تعقیب میکنن. قهرمانون جغرن ازلediler، اون جغری که قهرمان کشیده بود، اون راهی که باز کرده بود در دل اون سختی ها سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جنگی، تاکتیکی، ثروت و اینها، اون رو ازلدیلر یعنی ازبر کردن، دیدن، شناختن، فهمیدن، درک کردن. هر بiri erlikten aldı hissesin. هر بری هر یکیشون erlikten از قهرمانی. الان در زبان ترکی، آذربایجانی و قشقایی و ترکمن هم رایجه. به شوهر زن گفته میشه. مرد وقتی به تبدیل میشه که بتونه مردانگی خودش رو ثابت بکنه، بتونه خانه رو اداره بکنه، بتونه در مقابل دشمن از خود و خانوادش دفاع بکنه، تبدیل میشه به یعنی قهرمان. در اصل اول باید این قهرمانی اریت رو به دست بیاره. یک مرد، یه رجل باید اول این قهرمانیت رو، این بودن رو، جنگنده بودن رو به دست بیاره تا این دختر، این زن بهش بتونه اعتماد بکنه و باهاش ازدواج بکنه و به خطابش بکنه قهرمان من. در زبان ترکی وقتی میگیم ارم یعنی قهرمان من. هر مردی یک قهرمان هست در زبان ترکی. هر مردی یک قهرمان، حداقلش برای زنش، چون این زن اون رو انتخاب کرده. ببینید در اسلام و در زبان ترک، در تمدن ترک هم، در دین اسلام اگر یک زنی بر اساس اجبار، کتک، تهدید، ترس تن به ازدواج بده ولی دلش نخواد، دلش پیش یکی دیگریه، اون داره زنا میکنه. تمام بچه هاش حاصل زنا هست. این نظر منه، نظر اسلام هم هست. فهم من از اسلام، حالا نگم اسلام، فهم من از اسلام اینه که اراده زن باید انشا بشه. انشا چی میگه که باید یعنی که بگه آقا، زن با آزادی کامل بگه آقا من بدون ترس از پدرم، مادرم، فامیل ها، برادر، دوستان، گروگانگیری، کتک خوردن، شکنجه شدن، تهدید، قهر و اینها، من این آدم رو دوست دارم و میخوام باهاش رابطه داشته باشم، میخوام اون من بشه، انتخابش میکنم. اگر زن شوهرش رو انتخاب نکنه زنا انجام میگیره.
اگر پدرها، مادرها، برادرها، خواهرها، فامیلها، هر کسی یک دختری رو، یک زنی رو مجبور به رابطه با یکی دیگه بکنن که نمیخواد، عاشقش نیست، نمیخواد، اراده نداره، نمیخواد اون رو به عنوان قهرمان خودش انتخاب بکنه، این زن رو مجبور به زنا میکنن. تمامی گناهان طول زندگی اون زن با اون مرد، تمامی اون درد و شکنجه و کتک ها و گریه های شبانه و روزانه و مخفی و پنهان و آشکار اون زن وبال گردن این هاست. و اگر خدایی باشه و قیامتی باشه و عدالتی باشه، این آنهایی که این زن رو مجبور کردن بره تن به این رابطه بده باید جواب بدن. حالا از طرف دیگه به نظر من اگر هر زنی یا هر مردی، این در مورد مردها هم صدق میکنه، یعنی مرد هم باید زنش رو دوست داشته باشه، اون رو میخواد به عنوان شریک زندگیش قبول بکنه، در نتیجه باید اراده بکنه. اگر به این مرد هم از طرف پدر، مادر، برادران، خواهران، فامیلا، دوستان، آشنایان، ثروتمندان زور شده باشه که با یه دختری ازدواج بکنه که دوست نداره، این پسر رو مجبور کردن زنا بکنه و در طول عمرش هر آهی که میکشه، هر حسرتی که داره، هر کاری که میکنه، گناهش و بالش گردن اونهایی که این رو مجبور کردن با این ازدواج بکنه. حالا اگر به هر دلیلی این دوتا انسانی که همدیگر رو نمیخوان مجبور به ازدواج شدن، هر کدوم اینها در بین راه و زندگیشون، چون اراده نداشتن که با یکی دیگه رابطه برقرار بکنن که این رابطه خواست دو طرف است، عشق دو طرف است، رابطه دو طرف است، بدون تمنا هست، بدون آرزو هست، بدون نیاز مادی معنویه، بدون خواستن یه چیزی خواستن، بهره برداری، بدون بدبستان، بدون خرید فروش، بدون دلالی هستش. اون رابطه حتی اگر زن و شوهر داشته باشن، از نظر من شرعی و درسته و بچه هاشون هم درسته. من فکر میکنم ثمره این ازدواج درستیه، اگرچه از نظر قانونی، از نظر عرفی، از نظر محلی، از نظر بین فامیل ها و دوستان و اینها این زنا حساب میشه. آقا تو زن داری، تو هم شوهر داری، چرا شما اگر قانون باشه باید بپرسی که آقا شما زنا کردید؟ میگه نه. چرا؟ ما همدیگه رو دوست داریم. آخه تو زن داری، تو شوهر داری، من به زور دادن به شوهرم، منم به زور دادن زن گرفتم، تموم شد. قانون به نظر من باید بیاد بگه که اون ازدواج قبلی که دولت ثبت کرده باطله، این ازدواجی که دلها با هم کردن درسته. به نظر من و به نظر طبیعت، قانونی که رابطه‌ای درسته که دو طرف دلشون برای همدیگه بتپه، همدیگه رو دوست داشته باشن. Sam Rüstem zal hem Afrasiyab ondan oldular gumu ahli nesab. Dinle emdi gel cehangirden kelam. Dinle emdi gel cehangirden kelam. Ver salavat Mustafa'ya ve selam. کلام حکایت قهرمان قاتل، راویان تواریخ عالم و ناقلان سرگذشت بنی آدم، احوال چرخ گردوندن و افعال دنیای دوندن، اول وجه نقل و بیان اولونور کم، اول وقتی کم کیفیت آدم گرده عدمده مستور دی. کیفیت نگاه کنید سخنان فلسفی اینها. اول وقتی ده از وقت سخن، وقت از چه زمانیه؟ از زمانی که الله وجود داشته وقت وجود داره. یعنی شما میتونید بگید که از زمانی که الله وجود داشته زمان رو ارتباط به الله، چون از زمانی که الله وجود داشته وجود داشته، دیگر وجودها هم وجود داشتن.
نمیتونه الله مثلا یه میلیون سال وجود داشته باشه، 1 میلیون سال فیضان و فوران نکرده باشه و بعد 1 میلیون سال مثلا 1 میلیارد سال یهو به فکرش بیاد که خب ما الان چرا نشستیم تنهایی، حالا حوصله‌مون سر رفت بیایم یه چیزایی بسازیم. نگاه کنید اول وقتی که کیفیت آدم، حالا آدم چه شکلی بوده، این انسانی که ما هستیم در قرآن میگه که ما این رو مراحل مختلفی برای خلقتش میگه که این رو آفریدیم، میگه کیفیت آدم yerdə ədəmdə مستور idi. yer üzündə و در عدم نبودن انسان مستور بود، روش پوشیده شده بود، وجود نداشت انسان. اقتضای اراده الله birlə ظهوره gəlib. birlə ظهوره gəlib keramet ta cin giyib. keramet ta cin giyib ihtiyac اجتباع خلقن آنینه aldı. حالا اینجا این کلمه رو اجتباخلığın آنینه aldı. علم اجتباخ نمیدونم یعنی چی. İçtibahlığın anine aldı. Alemi asmaya alim oldu. خب تاج keramet tacın giyip içtibah halgin. İçtibah seçmek. خلقین içinden seçildi. Yani از میان اون عدم هایی که وجود داشتن این انسان انتخاب شد. اجتبا عربی کلمه عربی هستش. اجتبا خلقین آنینه آلدی. علم اسمایه، عالم اسمایه، حالا میگه اسما یعنی صداها، زبانها، düşünceler. مثلا در این مفهوم اینه که قبل از این که انسان خلق بشه مفاهیم خلق شده بود. حالا به یه معنایی میگن روح‌ها خلق شده بود، به یه معنایی میگن که مثلا قرآن هم قبل از این که انسان خلق بشه خلق شده بود. اون معانی خلق شده بود. اینم اونو میگه که علم اسمایه، اینجا علم مخفف عالم هست ولی در این حال میتونید پرچم هم در نظر بگیرید. علم اسمایه عالم اولدی. حالا انسان که انتخاب شد به اون اسما، مجموعه اون اسما و افکاری که قبلا خلق شده بود عالم شد، آگاه شد. اول دولت بلدیکم ملائکه تحسر ایلده. یه چنین دولتی، دولت در اینجا به معنی اون چیزی که به دستاورد. ببینید دولت در زبان ترکی به معنی دستاورده. اونجا اولش هم گفتیم که به معنی اینه که انسان‌ها به طور غیر مستقیم از طرف خدا راهنمایی شدن که یه چیزی رو ایجاد بکنن، به دست بیارن. میگه که اجتبا خلقین آنینه آلدی، علم اسمایه عالم اولدی، اول دولت بولدی کم. یه چنین ثروتی رو، یه چنین هستی رو به دست آورد که ملائکه تحسر ایلدی. در قرآن آیه هستش که در سوره بقره میگه که خداوند میگه که انسان رو خلق میکنه، میخواد این هنرش رو به رخ ملائکه بکشه. میگه جمع شید، من میخوام به شما نشون بدم که یه چیز جدیدی کشف کردم. ملائکه میگن که جمع میشن، همه جمع میشن و پرده برداری میکنه دددم و آدم رو نشون میده. ملائکه نگاه میکنن، میگه که حالا من دقیق آیه آدم نیست ولی میگه که
آیا دوباره انسانی خلق کردی، موجودی خلق کرد که دوباره خون بریزه؟ این نشون میده که قبلا یه چیزی بوده شبیه این، ما انسان ها، که خونریز بوده. الله در جواب میگه که من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید. و اونجاست که شیطانینا که جزو ملائکه بودن، حالا احتمالا یه دونه نبوده، میان حسرت میخورن و حسد میکنن. در اصل اول دولت له تحسر ایلری یعنی حسرت بردن به وجود انسان، کاش ما هم انسان بودیم. اول دولت له نسل انسان اریوب، ارمک، تولید شدن، گفتیم که بافتن. اریوب جد ارکان ظاهر علوب، جد ارکان ظاهر علوب، تکلیفات امر نهی امر و معمور تعیین علونده، ریاست و سیاست بلدی، حکم و حکومت سرلدی. ببخشید، پس اینجوری میشه نسل انسان اریوب، تولید شده، بافته شده. جد ارکان ظاهر، جد ارکان، ارکان این رکنایی که امروز در جامعه هستش، اینها جدشون، اولیه‌شون، پایه‌گذاری اولیه‌شون ظاهر علو پیدا شدند. تکلیفات امر نهی امر و معمور، آمر و معمور، ببخشید آمر و معمور تعیین علونده. ریاست و سیاست بیلدی، ریاست و سیاست رو دانست. حکم و حکومت سرولدی، حکم و حکومت، این دوتا ببینید اینها رو جدایی از هم هستن. ریاست و سیاست جداست. ریاست یه چیزیه، سیاست یه چیزی مکمل بر ریاسته، جداست. باید اون رئیس این رو داشته باشه، وگرنه زیاد چیز نمیکنه، نمیتونه موفق باشه. حکم و حکومت، حکومت یه چیزیه، حکم یه چیز دیگه هست. سرولدی، بازخواست میشه. نگاه کنید 500 سال پیش کتاب رو خوندیم، گفتیم 500 سال چه مفاهیم زیبایی رو گذاشت. نه آمریکا وجود داشت در این زمان این افکار رو وقتی داشت توضیح میداد، نه انقلاب فرانسه وجود داشت، نه انقلاب آمریکا وجود داشت، نه چیزی، نه. سیاست بیلدی، حکم حکومت سرولدی. آدم نبی علیه السلام اول کندو زماننده اغلی کیومرسه ارکان حکمی دیدی. حکم دی. حالا اینجا نگاه کنید ببینید چی نوشته. نی خونده مهنتی. حالا اینجا یه چیزایی نوشته که من اواننده مهنتی، گماندان مهنتی. این آدمی که این کتاب رو نوشته، خریده، خونده، این هندی هستش. الان ممکنه این هندی که اون 500 سال پیش وجود داشته، ممکنه که الان جزو بنگلادش باشه، جزو پاکستان باشه، جزو هندوستان باشه، جزو بلوچستان که در ایران هست باشه، جزو هندوستانی هست که اونجا باشه، سریلانکا باشه و اینها. ولی اون زمان بوده، چرا که از این منتهی اینا صحبت میکنه. گماندا مهنی، این میره به زبانهای هندی، مثل اردو، زبان اردو، اینا جزو این هستن که از این نوع جمله بندی استفاده. دهل رهنتو، حالا اینا دیگه مستراندو، الوصفوس دی گالت، حالا اینا دیگه لغت هایی که من نمیفهمم. ارکان حکم سلطنت گسترب. او دی یک نویسنده، یک کسی که حالا میخواسته این رو چیز بکنه، داشته میخونده، براش حاشیه نوشته. ارکان حکم سلطنت گسترب. ارکان رکنها، رکن یه دونه نیست، ممکنه که 2 تا باشه، ممکنه 200 تا باشه، من نمیدونم.
erkanı hükmü saltanat gösterip şeys peygamberi halife nasb edip قابل قومینه حابل قابل رو میکشه، قابل حابل رو میکشه، اونجا دیگه نمیدونم، ولی خب قابل قومینه این مظلوم، فکر میکنم حابل قابل رو کشتی دیگه. قابل قومینه غذایه گندردی، نه احتمالا این قابل حابل رو کشته و اینکه ظالمه دیگه. حالا این پیغمبری که اسمش از شیس، این رو خلیفه کرده و برای، ببینید اینها بعد از اینکه این همه رو گفتیم انجام میشه این خلیفه ها، نه اینکه الله مستقیم میذاره، نه. ببینید نگاه کنید، تکلیفات امر و نهی و مأمور تعیین اولوندی، ریاست و سیاست بیلدی، حکم و حکومت سرودی، آدم علیه السلام چند زمانında oğlu kiyumarsa erkan hükmü dedi، حکمی سلطنت gösterip şeys پیغمبر. حالا این کیومرث هرچی بوده که فارسا اومدن گفتن این پادشاه فارس بوده، oğlu کیومرث ارکان حکمی دیدی سلطنت، حکم سلطنت gösterip şeys پیغمبر. حالا به تدریج داره انسان چیکار میکنه؟ انسان داره به تدریج در سیاستداری و دولتداری داره رشد میکنه، میرسه به خلیفه، به شخصی به نام شیس که خلیفه میشه، ملت این رو انتخاب میکنن. خلیفه نسب بلدی ادب، خلیفه از نسب شده. قابل قومینه، حالا اون قومی که ظلم میکرده احتمالاً غزا در اینجا به معنی جنگه، غزایه göndərdi ol halilə adət olub Kiyumərsdən sonra oğlu Təhmurus padişah oldu. Ol halilə söz çoxdur tarixdə bari tufan Nuh'dan sonra nesl Kiyumers ibn Adem'den yine bir padişah oldu. Adına Təhmures diyor, divbend dirlerdi میگفتند. تحمرادی دخی درلردی. اسمش حالا تحمورس میگن یا نه تحمراد هم میگفتن بهش. تحمرادی دخی درler. Tahmuradun zamanında divler şeytan rejim iğvasıyla Adem'e çok ziyan eylediler. O hal Tahmurad bilib zamanında Burdbun Mehlal Khalife adi Tahmurad Şah bir de Burdbun Mehlale gelip divlerin فسادون آنلتی. حالا یه برد خلیفه بوده، یه آدمی بوده که اسمش بوده برد ابن مهلال. برد ابن مهلال یه آدمی بوده، یه فرمان شاه یه جایی بوده. خلیفه عادی تحمراد، حالا این اسم خلیفه اون منطقه بوده دیگه. تحمراد شاه برد ابن محلال گلوب. حالا این تحمراد شاه برد ابن محلال اومد پیش این و دیولرون فسادن آنلتی، اومد از فساد این دیوها سخن گفت به این برد ابن محلال. برد خلیفه دخی ادریس پیغمبر علیه السلام علمیندن علم تسخیر öğrenmişti. حالا این هم رفته بود از ادریس پیغمبر یه علمی رو یاد گرفته بود که تسخیر نام داره، که دیگر موجودات رو تسخیر میکنه. احتمالا مثل سحر و جادو باشه، نمیدونم. حالا اینجا داره از یه چنین علمی سخن میگه که ما امروزه احتمالا اینها رو دیگه عبث میدونیم. اول علم خلیفه تحموراد شاه دخی öğretip این رو به تحموراد شاه هم یاد داد. اول sebeple divlere çok علم yetiştirirler. حالا به سبب این تسخیر، یعنی اون دیوها رو تسخیر میکردن، احتمالا یک نوع
مانگوردیسم بوده، نمیدونم، حالا یه چنین چیزی. Divlere çok alem اینجا به معنی درده. Alem yetiştirdiler. Mekr ol zaman divleri şeytanın yanına cem eliyip مکر اسم یک دیو، حالا رهبر اونهاست، رهبر شیطان ها و دیو هاست. مکر اول زمان، در اون زمان که خیلی اینها چیز کردن، مکر اون رهبرشون دیولری شیطانون یعنی نه دیوها رو نزد شیطان جمع کرد. جمع اولوب آدمدن شکایت ایلدلر. حالا اینها رفتن از آدم شکایت کردن نزد این شیطان. همه اینها به همراه مکر، دیوها به همراه مکر رفتن پیش شیطان و از انسان از آدم شکایت کردن. شیطان آه ادب ایدور ای نسل نور نار، ایدور ای نسل نور نار. حالا اینجا برمیگرده به این که انسان از خاک آفریده شده، شیطان و جن از نور و نار، آتش و نور آفریده شده، ملائکه و اینها. از اینو داره میگه حالا صبر کنید ای نسل نور و نار، benim bilir siz kim ol آدم ucundan başıma ne bela gelmiştir. حالا شما میدونید که به خاطر ucundan یعنی به خاطر اون آدم، از uc یعنی نوک، آدم ucundan یعنی به خاطر آدم، یا به خاطر به خاطر انتقام هم هست، به معنی انتقام هم هست. میگه که چه بلاهایی به سرم اومده شما نمیدونید. خب من فکر میکنم که الان نزدیک 1 ساعت هست، 1 ساعت 2 دقیقه هست خوندیم. اینجا رو ول کنیم بریم به صفحه، اینجا من 100 صفحه بخونم دیگه با اجازهتون. الان صفحه 100 بریم و خب این صفحه 100 ببینیم که اینجا چی میگه. گرولدی her taraftan sayıban ve perdeler örüldü. Örülmek گفتیم که یعنی بافته شدن. شاه دولتله سریرine oturup سریر، من سرای خوندم این غلطه، سریرine oturup، سریر تختی که ابریشمیه مثلا، حالا اینجوری سریرine oturup سلاطین و سرورler yeriz قرار eyledi. yeri قرار eylediler. خون ماحضری gelip، حالا این چون داستان رو نخوندیم دیگه نمیدونیم خون کیست. اونجا داشت اسامی رو میگفت دیگه، حالا اگه چیز میکردیم میدونستیم که اینجا چی میگه. من الان بعضی کلمه ها رو ممکنه بخونیم مفهومش نفهمیم، برای اینکه اونجا گفته مثلا اسم اون آدم رو خوندیم الان، مثلا چیه زلال بود و اینا، ابن فلان، یا مکر شیطان جن نه، مکر و دیو و شیطان، اینها مراتب مختلفی بود که ما حالا به تدریج اسامی مختلفی تیومرس و شیس و نمیدونم پیغمبران و اینها رو هم می آورد داخل داستان، و که دیگه ما رد شدیم، حالا داریم اینجا میرسیم و نمیدونیم اینجا چیه. خون ماحضری gelip taam yiyince leşkerin bir tarafinden bir feryad گفتی. حالا از یه طرف یه فریادی میشه. بحر oynadı. بحر دریا، oynadı یعنی جنبید، دریا به صحرا gömüldü. صحرا gömüldü. gömülmek یعنی دفن شدن، خاموش شدن، مثل قبر. میگه دریا به حرکت در اومد، oynadı به رقص در اومد. اینجا رقص نیست، یعنی به حرکت، به جنب جوش در اومد. yerinden oynadı. صحرا gömüldü. صحرا سکوت. این لشکریان که اونجا بودن احتمالاً، میگم قبلشو نخوندی برای همین سختی که بفهمیم
الان صحنه اطرافمون رو داریم میخوایم تصویر بکنیم، متاسفانه چون وسط داستان است نمیدونیم که این تصویر کجاست. صحرا گمولده یعنی به سکوت رفت، مثل قبرستان خاموش. At, fil ve kergeden ürküp tebile bendilerin grup oynadı. Asp و fil و kergeden ürkmek یعنی حالا اینم فارسیشو نمیدونم، یعنی ترسیدن و از ترسشون همه چی رو پاره کردن، اون بند و بساطی که اینها رو بسته بود پاره کردن و پا به فرار گذاشتن. ürküp، الان ما ülkümak میگیم، ülkümak، این ürküp نوشته. ürküp طویله بندلرین گروپ oynadi، یعنی اونها هم به حرکت در اومدن. حالا اینجا oynamak در زبان ترکی هم به رقص میگه، هم به حرکت در اومدن میگه، هم به بازی میگه، به حرکت میگه. تغلدی، oynadı، تغلدی. حالا این تغلماق نمیدونم یعنی چی، احتمالا به معنی نمیدونم چیه. تغلدی شاهل سرور، احتمالا این تغلدی اسمم باشه. تغلدی شاهل سرورler eşidip، نه این مربوط به این اسب و ایناست که فرار کردن. شاهل سرورler eşidip، شاه و به همراه اون سروران. eşidip نه حالدور deyince پرسیدن این چه وضعیه. نه حالدور deyince شیرپنجه گلوب، شیرپنجه اسم یه آدمیه احتمالا. گلوب ایدر گفت. ایدر قبلا گفتیم که ایدر در این کتاب‌های ادبی به معنی گفته، به جای گفت میگه ایدر. ایدر ای شاه جهان bu leşkerin گوننجه bir عجب و احتمالا قوتینجه bir عجب جانور oynadı. این لشکر، حالا قوتینجه من اینجوری دارم میخونم، به بزرگی و قدرت و عظمت این لشکر یه حیوان عجیبی به حرکت در اومد. öyle حالات gösterdi ki، یه حالتهایی از خود نشون داد اون حیوان. چریده نقدر آت و چریده. حالا این چری که حرف چریک هستش از همون عثمانی که چری داشته. حالا این چری چی میگه؟ چریده، احتمالاً ایچری، احتمالاً از این گرفته باشه، نمیدونم. چریده نقدر آت فیل کرگدن وارسه جمله ürküp tağılıp gitti. خیلی زیبا، جمله ها خیلی کوتاهه. یعنی نگاه کنید کوتاهی جمله هایی که ما الان دیگه این رو نه در آذربایجان داریم، نه در ترکیه داریم، نه در من حالا تا اینجا که میدونم در ایران، ترکای ایران یه چنین جملات کوتاهی اصلا نداریم. نگاه کنید خیلی زیبا، جمله ها بسیار کوتاه، بسیار برنده هست. از افعال متعدی استفاده کرده به جای از افعال مجهول، از افعال معلوم متعدی استفاده کرده. نگاه کنید میگه که قوتینجه bir عجب جانور oynadı. جمله تمام. ایله حالات gösterdi kim؟ چریده. چری حالا من میگم لشکر یا داخل اردو. نقدر آت و فیل کرگدن وارسه جمله ürküp tağılıp gitti. با سه تا فعل کوتاه، جمله ürküp dağılıp tağılıp gitti. نگاه کنید جمله پر از افعال تبلیغ هستش، جنگی هستش، خیلی زیبا. üç sorup canavar dahi leşkere توغری gelirdi. حالا این üç چی هستش نمیدونم، اسم آدم چی؟ سروب، پرسید. جانور دخیل لشکره توغری gelirdi.
دی، گلور دیدی. اون جانوری که عجیب داره به طرف لشکر میاد، سوال میپرسه. شاه اشیدوب، شاه اینو فرسید، ey dur dedi. Ey server, bu ne halidir? Digin biz dahi varıp ol canaveri görelim. Deyip cümle Selahattin serverallerler at argasına gelip degen kenarine erdiler. جمله خیلی کوتاه، خیلی زیبا. و من این کتاب از نظر ادبی برای خوندن و نوشتن و تمرین نوشتار خیلی مهمه. من یک زمانی که میخواستم نویسنده بشم و خوب بنویسم، یک کتابی بود دکتر علی شریعتی نوشته بود. من یکی از طرفداران سرسخت دکتر علی شریعتی بودم. اکثر کتاباشو در دانشگاه من برای هر ترم، من کتابا رو همینجوری نمیخوندم. راستش بخوام من میخواستم یک کتابی رو بخونم، یه نویسنده رو انتخاب میکردم برای یه ترم، تمامی کتابای اون نویسنده رو در اون ترم تلاش میکردم بخونم. دکتر شریعتی یکی از کسایی بود که من خیلی هم از نظر فکری هم از نظر نوشتاری، بخاطر از نظر نوشتاری شاهکار زبان فارسی شریعتی یک کتاب، چند تا کتاب داره، از جمله یک کتاب داره به نام حبوط. اکثر کلمه ها و افعالی که پشت سر هم به کار میبره 3 حرفیه. نتونسته، مرده، قبل از اینکه کتاب رو تموم بکنه مرده. میگن پسرش تلاش کرده اینو یه مقدار این ورمارش رو درست بکنه. من با زبان فارسی اون کتاب رو به همه دوستان پیشنهاد میکردم، اگه میخواید نویسنده بشید این کتاب رو بخونید. و اینجا من با خوندن این کتاب فکر میکنم که هر کسی بخواد در زمینه زبان ترکی به دست به قلم ببره، باید این کتاب رو حداقل بخونه. شاهکاره. Üç sorup canavar dahi leşkere toğri gelur dedi. Şah eşidip ey dur, ey server, bu ne halidir? Deyin biz dahi varıp ol canaveri görelim deyip cümle Selahattin ve serverler at argasına, arka, ma hala migim argasına gelip degin kenarına, hala این دگز اسم یه جاییه یا دگنه، دکنه، دگز باید باشه. دگزین کنارına، این دگز چی هست نمیدونم. دگز کنارına erdiler. Gördüler, degzi görülmüş bir acep canavar oynanmış gelir. Veli vaktها baş götürüp çükürler nare mikişend. Görürler gibi غزور gördüler. حالا احتمالا غرور gördüler. Gövde fil mengülesi kadar ola baş at gibi. Kuyruğu. حالا داره اون حیوان رو توصیف میکنه که چه شکلی هستش. görler gibi غرور gördüler. Gövdede sine. Fil mengulesi kadar. حالا منگوله نمیدونم چی هست. گوده سینهش به اندازه منگوله فیله. این منگولهش چیه نمیدونم. قدر اولا باش at gibi. سرش مثل اسبه. Kuyruğu tavus kuyruğuna benzer. بگذر دیده میشه ولی بنظره. احتمالاً
دنزم نیست، نه. از این حیوانی که داره میاد دمش شبیه مثل دم طاووسه، گویروغنه، بنزر، گرنی گلان گرنی گیبی. حالا این گرنی چیه نمیدونم. گرنی گپلان، گرنی گپلان گرنی کمی. شکمش مثل شکم ببر، گپلان گرنی گیبی. طلو ارگسی اژدها ارگسی گیبی. طلو پرپشت، طلو ارگسی آرخاسه، دولو آرخاسه اژدها ارگسی گیبی، مثل پشت اژدها. پلو بوینی بلو بوینی کمر مثال راست الینده سکو گیبی. سکو گیبی احتمالا، نمیدونم. بلو بوینی من احتمالا یعنی قد و قوارش. بلو بوینی کمر مثال مثل کمر راست. آلتینده سکو گیبی، انگار که زیر این چیز مثل سکو هست. شاخوار اول بوینوزون. شاخوار یعنی شاخ داره. اول بوینوزون اود گیبی. بوینوز ترکی شاخه، به زبان ترکی به شاخ میگن بوینوز. بوینوزون اود گیبی. شعلسی وار. این شاخاش مثل آتش شعله داره. اول شاخون بیبینده. حالا این شاخاش زیرش یکی گوزی وار. زیر این چیزی که ازش هم آتش میاد 2 تا چشم داره. و وار کل یاقوته بنزر. احتمالا گل یاقوته بنزر یا گل یاقوته بنزر. حالا این رنگشه، مثل یاقوت دیده میشه. یاقوت حالا نمیدونم رنگش سبز چی هست، من نمیدونم. حالا این کل یاقوت احتمالا یه نوع رنگ یاقوتیه، نمیدونم. کل یاقوته بنزر. ایکی جزو دی دخی yerinde. حالا 2 تا چشم زیر شاخش بود، 2 تا چشم جای معمولیش هستش. İki gözü dahi yerinde düşüp 4 gözü var. 4 gözü ve 6 ayağı var. 4 تا چشم و 6 تا دست و پا داره. 6 ayağı var. Yelisi perçem gibi. Yelisi. حالا این نمیدونم مثلا انگار مثلا اینجاهاش بازوهاش مثلا مثل پرچم گیبی. گولاق بزرگ. آت گیبی. ولی رنگی ایله سیاه dürküm göz akmaşur. اما رنگش به قدری سیاه که چشم ازش، حالا قاماشماق چی بگیم، چشم نمیتونه نگاش بکنه. قاماشور. göz akmaşur. هر bir ترنقی. حالا دیگه ادامه ندیم، بریم صفحه 200 برای اینکه میخوام این کتاب رو تمومش بکنم. این کتاب جزو کتابایی که اگه من خودم بخوام زبان ترکی رو بخونم باید این کتاب رو، من امروز این کتاب رو اگه بتونم کاغذ داشته باشم امروز اینو خودم پرینتش میکنم که داشته باشم این رو. صفحه 200. Eydur ey bi edeb. Bu meydan içinde ne çok böyle serkeşlik eyledün. Bu meydan erenleridir. Sana şimdiden tenmedikleri bir uğrete beraber
ölmeliyim derlerdi. Sen bu kadar baştan açtın. Sen bu kadar baştan açtın bu erenlerin örtesinde hiç gahtaran ve kahraman eşitmedi kimi şimdi seni bir legeble Rusvay Adem yence dördü ol. Sözden server ile gazebe geldiğim bir para od olup sözden server ile gazebe geldiğim bir para od alıp eder. Ey server ne acep bazmi öğretlerimiz çekersen erkek erselan olacak. Erkek erselan olacak. Dişi erselan değildir imdi. Paydar ol dünün öğreti. Beğenmedünün öğreti gözleyip hemen bir kez kergeden salıp meydan doğru edip sine guruluyup sinesine közleyip huşeng ve kahraman okune uğredi. Kahraman dahi alay ökünedi. önünde. Alay önünde. Alay şوخی کردن. حالا این به قهرمان رو اونجا تحقیر کرد. اینم önünde میشه. alay önünde. alay شوخی. تمسخر. بریم صفحه 300 ببینیم که اونجا چی داره میگه. خیلی زیباست. خیلی زیبا. کتاب بی‌نظیریه. صفحه 300. Cazip buldukların şikar ederler. Benim hatunimi ol fırsatla kapıp kuh gamram aldincak oğli olmuş. Alinden diviler çekip alıp dik devan deryasına salınca kim semendun alıp سمندون از اینجا اونجا یه زمانی تو ایران سمندون میگفتن احتمالاً اصلا اینجا گرفته شد. سمندون آلو بسلمیش. حالا سمندون اسم این بچه رو گرفته و بسلماخ کرده یعنی بهش غذا و اینا داره. آخر oğlumun Çin illerinden maşugesiyle taş olduğun eşidip varıp 17 kez 100.000 peri leşkeriyle Çin'e irip gördüm. Çin şahı karşı gelip bana hürmet eyledi. Oğlumun haberin sordum. Ah edip eydir ey şah cihan. Kuh Gülistanı İrem oğlun Behram oğul edinip kızım vermek diledim. Meğer kuh ateşte azerek acu dirler bir cadu kızımı nice kere istemişti. Oğul bu haberi eşidecek gelip bir gece ikisini dahi bende çekip kendi megamine eyledip o 20 بهرام ol. حالا اینم دوره خیلی داستان جالب زیبایی. بریم صفحه 400.
pəhləvani göstərdilər. Quş dəxi qəhrəmanı görcək rəvan yerə inib, yelkən gibi qanadların düşürüb, quyruq salıb, qursaq qəbardıb, silkiləndi. ببخشید سیلکندی. اینجوری پرنده ها خودشون چیز میکنن، سیلکلماخ میکنن. سیلکندی. boyun üzdüb, xuraman yürüyüb, pəhləvana yəqin erib, fəsih lisan dirədüb, ərəb dilincə salam verdi. Yüz örüb, aydır, ey sərvər, kimsən, boyunu necə gəldin? Ehtimalən buraya, əlbəttə buraya necə gəldin? Və həm bu qədər ilü ki kimsən bana etdin. Heç kimsə kimsəyə etməz. Be hər hal bunda bir murad üçün gəldin. De. Əgər əlimdən gəlirsə yüz üstünə xidmət edəyim dedi. Qəhrəman eydir. Ey salar-ı murğan, əmr Allahüdür. Əcəli gəlmişdi. Nəhayət bir dəxi bəhanə olduq. Bəli, sənin yəni sənin qətində bizim dəxi bir muradımız vardır. Ümiddir ki deriq olmaya quş eydir. Ey sərvər, hələ bu dəm qonu غمسون birdən حالا اینجا دیگه افتادم به گل. بریم صفحه 500، یک صفحه هم از 500 بخونیم. ایدر گفت ای پهلوان، imden küre nar ve küre آتش vardır. حالا این داستان رو چون دیگه نمیدونیم چی شد همینجوری داریم میخونیم که فقط بدونیم ترکی. و این شاهکار ادبیه، شاهکار ادبی. این کتاب شاهکار ادبیه. ای پهلوان، imden küre nar ve küre آتش vardır. Onlara yakin geldin, bu avazlar ol kürelerdendir. Pəhləvan eydir گفت bu küreler dediğin nedir? Eydir گفت ey sahibi gran, felekün dönüşünden yıl peyda olur. از چرخش فلک سال پیدا میشه. غایت اولو olmağın yıl dahi غایت azametli olur. غایت اولو olmağın، حالا بخوای به عظمت برسید، غایت اوج قدرت و اینجور چیزا برسید، غایت اولو olmağın yıl dahi غایت azametli olur. باید اون سال هم باید غایت عظمت بشه. ol yıldır kim tamam felek yüzün tutmuştur küreler ve dahi gayet yer dönüşünden ve gayet yer dönüşünden yıldan yukarı
od hasıl olmuştur. Yeryüzün dahi tamam od kılmıştır dedi. Ondan dahi yukarı gidip dahi yukarı gidip ta kim küre havaya irdiler. Pehlevan gene Yakup gördü. Bakıp gördü. Pehlevan gene bakıp gördü. Bu kez Aşağısın tuman gördüler. Aşağısın ziriş. Aşağı zir. Aşağısın duman aleyhine tuman میشه meh بگیم به فارسی نداره. Tuman gördüler. Tuman gördü ki ahata eylemiş ne yer bilünür ne su مرغ ایدر. حالا سخن گفت اون مرغه. ای پهلوان اوش بوندن اوته. حالا اوش یعنی پرواز کن. اوش بوندن اوته برو جلو. varmak mümkün değildir dedi. دیگه از اینجا به بعد من نمیتونم بیام. برو. خیلی داستان جالبیه. خیلی هم زیبا نوشته شده. من این کتاب رو با آن که در زبان ترکی فقر بی نهایتی دارم، این کتاب برام یه لذت خاصی داد. یه داستان زیبایی رو. حالا صفحه آخر کتاب، 2 صفحه آخر کتاب رو هم با آنکه خیلی دیر شده، ساعت 1 ساعت و نیم الان کتاب رو میخونم، 2 صفحه آخر کتاب که دوباره شعره اون رو هم بخونیم و تمت کلمتو. کتاب خاتمه قصه قهرمان قاتل ایلده لطف هدایت زلجلال، جلد اول بولده بو گرده کمال. حالا جلد اوله. لیک قصه بو دگیلدر همان دخی شمدی شاه اولدی قهرمان. آنچه دخی حال دستان اولسر سربرین اغلی نریمان اولسر. نچه که از داخی ادوب قانه گافه سفر. حالا به کوه گاف. نچه که از داخی ادوب گافه سفر هر دور آنجا دورلو خیر و شر. من اینو باید جرر بخونم. جوهر نه. جرر دور آنجا دورلو خیر و شر. سرگذشتی قصه گردنکشان، مرغ فربان 7 دیار شاخان. وار دور زبو cümleden çok qısseler. Kim alınır her birinde hisseler. Kim alınır her birinde hisseler. Qısse-i məqsud ölen hissedir. Arde lekin behane qıssedir. Are yani در وسط در میان. Arede lekin behane qıssedir. Hissenin ehline qıldım qısseyi, qısseden ta kim görərlər hisseyi. Aqil oldur kim görür dükünden elinde. Aqil oldur kim görür dükünden ale pend. Etmiye bir nesneye tefliyle xend. Kendiye baran نیک اده قبول. جهد edip بول arayüp tuğri bul. Tuğri راست درست. Yoksa her gördüğüne ten eyleyen, oldur özün lage le'en eyleyen. Təni zillətdən könül pak olsa bək, adəmi ölən xətərnak olsa bək. Cəhd ödüb
ödüben cehd edüben kendi nefsün dur gör dur gör kaçen ola Adem ölen بیگسور خواب غفلتden aldı بیدار ol gör خاک پای صاحب اسرار ol gör تا خبردار olesen esrardan kurtulasan bu abes اشغالden یا الهی بو هوادن الامان. دوستان این کتاب داره من رو، این شعر و این طرز نوشتن و چیز داره من رو به یاد مولانا میندازه. این در سبک مولاناست، یا مولانا نوشته یا یه کسی که این سبک مولانا رو خوب بلده. خیلی زیبا، عالیه. در عین مولانا که در اون بشنو از نی چون حکایت میکند دیوان مثنوی چجوری داره میگه از اول تا آخر داستان ها رو. اینم البته این مثنوی داستان های کوتاهی پشت سر هم میاره، ولی اینجا این یه داستان خلقت و فلسفه رو قاطی کرده. یا الهی bu havadan الامان جان جستر اشتیاقدن نشان دور etme zümre ابرارden سغله لطفیله عذاب ناردن سرور سردار سالار رسول مظهری لولا که هادی یه سبول مفخر سرخیل جمله انبیا آفتابی هر دو عالم مصطفی شفقت دریاس اولدردم سبیل اولر شفقت دریاس اولرم ده سبیل ایلم محروم ات یا جلیل گرچه çok bezlerde üsyan günah gerçe çok bizlerde üsyan günah ya ilahi lütfi ki kıl üzru khah etme mahrum ol uludur kahiden etme mahrum ol ulu dergahden evveli durur maksud odur ahiden. اینم باید اینجوری بخونیم. etme mahrum ol ulu dergahden olub durur maksud odu ahiden. Yok durur bizlerde ilmu ya amel. Yok durur bizlerde ilmu ya amel. Oluz anunle in'ame mahal. Oluvuz anunle in'ame mahal. انعام اینجا انعام نوشته به معنی انعام دادن. مثلا biliriz illa ki en'amın senin varine yoğne bakmaz kimsenin. varine yani به هستیش yoğne yani به نیستیش bakmaz kimsenin. varmaz yoğumuz ey varımız yoğumuz ey Perverdigar cümle ilmin defterine aşkar rahmeti ol kişi haktır garne rahmeti ol kişi hakdan gazene Fatiha okuya bunu yazana İzzetin hakkı için ey Rabbil enam آخرمز خير لا إله تمام. تمت هذه النسخة الشريف بأون الملك اللطيف من يد الزعيف الحفيف المحتاج إلى رحمة الله تعالى علي بن عبد الله وقت الزهي يوم 19
Muharrem الحرام 958 غفر الله لوالديه و لجمیع المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات منهم و الاموال برحمتک یا ارحم الراحمین. دوستان این کتاب‌های خیلی زیادی رو تا الان خوندم. بیش از 150 کتاب تا الان در این برنامه‌های مهندسی جهل بیش از 150 کتاب رو معرفی کردم. این 94 جلسه هستش. یه چند تا کتاب که فکر کردم خیلی مهمه و باید داشته باشیم، یکیشم این هست. من فکر میکنم هر کسی مثل من بخواد زبان ترکی رو یاد بگیره و در نوشتن زبان ترکی و حرفه‌ایگری یه الگویی جلوی چشش باشه، این کتاب هست. و این کتاب 500 سال پیش نوشته شده. بیش از 500 سال پیش این کتاب نوشته شده. البته این جلد اولشه، خودش میگه این جلد اولشه، احتمالاً جلدهای بعدیش هم هست. اگه باشه خیلی عالی میشه. من اگر بتونم این رو ببینم، میتونم پرینتش بکنم، خیلی عالی میشه. این خب دوستان، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. امیدوارم که شما هم بتونید از خواندن یک چنین کتابی در زبان ترکی لذت ببرید. من حالا باور بکنید با خوندن این کتاب فکر میکنم که وقتشه که ما بفهمیم مولانا یا این کتاب ترکی رو نوشته یا یکی مثل مولانا که دست کمی از مولانا نداشته و شاید همتراز اون بوده، شاید هم بالا بوده، در زبان ترکی یه چنین اثری رو آفریده. حالا کسایی که مولانا شناسان باید بیان حالا این کتاب رو بخونن. تازه من ازش چند صفحه خوندم. فکر کنید 3 صفحه آخر رو خوندیم، 4 صفحه اونجا، این بشه 7 صفحه، 5 صفحه هم اولش، مثلا 12-13 صفحه ازش خونده باشم امروز. تو این 12 صفحه که 1 ساعت و نیم حدوداً طول کشید، سخنرانی هم داشتم این وسط، باور بکنید این روح رو به من داد. حالا اگر این رو آدم بشینه این کتاب رو بخونه، تازه این دست نوشته هستش، خوندنش یه مقدار سخته. اگر این چاپی بشه ببینید چه اعجازی میکنه. کاش یه روزی برسه من به زبان ترکی اونقدر مسلط بشم بتونم این کتاب رو ادیت بکنم به زبان امروزی، یعنی با نقطه و ویرگول و اینها این کتاب رو چکشی جمله هاش مثل پتکیه که نویسنده گرفته دستش فعل ها رو همینجوری پشت سرم میکوبه. خیلی عالی مینویسه، خیلی عالی. جمله ها کوتاه، افعال معمولا معلوم و متعدی. و حالا من با زمانش رو نفهمیدم، یعنی باید تو زمانش رو فهمید. کاراکترهای داستان رو باید کاراکترها رو باید آشنا شد، باهاشون زیست، باهاشون تجربه کرد، باهاشون حرف زد، باهاشون قصه خورد، باهاشون خندید. خیلی عالی، خیلی عالی. کتاب محشری هست. در میان کتاب‌های ترجمه‌ای که خوندم شاید بتونم باهاش مقایسه بکنم، شاید بشه مقایسه کرد اونها رو با این کتاب اثر دانته، کمدی الهی دانته هست. شاید بشه اون رو که به فارسی ترجمه شده، حالا من نمیدونم خوبه بعده، ولی شاید بشه اون رو با این مقایسه کرد. مثلا من الان یادم نان و شراب شاید بشه با این. نه نان و شراب نمیرسه، خیلی کوتاهه، خیلی کوتاهه. نان و شراب یه بچه است در مقابل یک آدم پیر 70 سالی جنگجوی سخنور با تجربه. نه، نان و شراب نمیشه. احتمالاً بشه، میگم، اون کتاب کمدی الهی دانته رو گفتش که منم اون اصلش رو ندیدم، در تشبیه فارسیش به این خیلی موندم که بتونه یا نه. ولی مولانا، حالا بگیم برگردیم آقا، مثنوی مولانا در ساختار ادبیش
این به اون نزدیک. حالا باید دید مولانا، بذاری ببینیم اینجا یه نگاهی به چیز بندازیم، ببینیم که این دو آدم در چه سالهایی میزیستن. یعنی حالا مولانا اومد، جلال الدین رومی 600 سلام و وقت همه شما عزیزان بخیر. معلومات گفته که در اینجا گفته که 640 هجری به دنیا اومده، در حالی که این کتاب در 958 نوشته شده. یعنی میتونیم بگیم 300 سال بعد، 400 سال بعد این کتاب نوشته شده. 350 سال بعد این کتاب نوشته شده. فکر میکنم که البته این میگه که نوشته دیگه، نگفته که نسخه برداری شده. خیلی از نظر ادبی به کتاب به مولانا طعنه میزنه، حتی از نظر استخوانبندی معنایی و داستانی از مولانا خیلی قدرتمندتره. برای اینکه مولانا، مثنوی مولانا صدها داستان، عبارت از صدها داستانه، ولی این یه داستانه. من شخصا فکر میکردم که در تاریخ ترک‌ها داستان نویسی با شعر بوده، مثل مولانا، مثل لیلی و مجنون، مثل شیرین و فرهاد، مثل اصلی و کرم، مثل چروغلو، مثل شاه اسماعیل و خیلی های دیگه که به ترکی نوشته شده یا ترک‌ها نوشتن. فکر می‌کردم که داستان نویسی به سبک شعر بود. بعدها وقتی با عاشق‌ها و اینا آشنا شدم، دیدم که با موسیقی عجینه. شعر و نثر با موسیقی عجین میشه. این دوتا با هم، این ستا دست به دست هم میدن، یه شاکله میسازن به نام ادبیات داستانی، تاریخی، عرفانی ترکی. بعد حالا این کتاب رو که دارم میبینم که نه خیر، زبان ترکی 500 سال پیش یه کتابی در 500 و چند صفحه، حالا اینو زدم که وارد چیز بشه، پرینت بشه، برای همین اینجا اوکی رفت که پرینت بشه. حالا این 540 صفحه حدوداً یا 534 صفحه هست. این 534 صفحه یه ساختاری از کاغذش تموم شد حتما. اوکی. یه ساختار بسیار منسجمی داره که شاکله اصلی این کتاب بر اساس نثره. در داخلش از شعر، یعنی از موسیقی هم استفاده میکنه. معلومه که در اون مقطع هم، البته در طول تاریخ همیشه ترک‌ها داستان رو با ساز و سوز میگفتن دیگه، با موسیقی میگفتن داستان ها رو، و این هم یکی از اونهاست. خیلی عالی، خیلی اعلی. سفارش میکنم این رو بخونید. روزتون بخیر.